سلام رفقا، من ابوالفضل شریفی هستم، مربی دفاع شخصی. امروز اینجام تا 4 تا تکنیک پایه و در عین حال کاربردی دفاع شخصی رو بهت آموزش بدم. پس تا این ویدیو همراه من باش. تکنیک اول حالت استقرار هستش. چطور؟ زمانی که حریف پاش کنار هم قرار میگیره توی ناپایدارترین وضعیت ممکن قرار داره و به راحتی با یک هول کوچیک تعادل به هم میخوره. به محض اینکه شما احساس خطر کردید یک پا رو میارید عقب. توی این حالت هر چقدر که حریف از شما جستش دروشتر باشه و هر چقدر که با قدرت زیاد شما رو هول بده، تهش اینه که چی؟ شما راه میرید. تعادل شما به هم نمیخوره. قبل از اینکه به تکنیک دوم برسیم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. تکنیک دوم فاصله امنیتی هستش. توی فاصله امنیتی ما تو هر فاصله از حریف که باشیم به محض اینکه احساس خطر میکنیم به این شکل که یک گام کامل به عقب و حداقل یک دست باز باید با حریف فاصله بگیریم. به چه دلیل؟ اگر حریف خواست به ما ضربه پا یا ضربه دست بزنه، به جز این که ما یک فاصله رو باهاش به صورت حداقلی رعایت کردیم بتونیم فاصله بیشتری رو ازش بگیریم. و اگر این نکته رعایت نشه، زمانی که حریف ما اگر بوکسور باشه توی فاصله کم قرار بگیریم، با 1 الی 2 ضربه فرد بوکسور به ما آسیب جدی وارد میشه. تکنیک سوم قرارگیری دو دست در حالت استاندارد هستش. زمانی که ما احساس خطر میکنیم دو دست به شکلی بالا میاد که ما بتونیم در عین حالی که دنده ها و قسمت میانی بدن رو پوشش میدیم بتونیم با دو دست بالا با حریف هم کار بکنیم. به چه شکل؟ زمانی که اینجا ما با حریف گلاویز میشیم، یعنی حریف یقه ما رو میگیره، ما ببینید دو تا دست در عین حال که دنده ها رو پوشش داده به این شکل که یک دست، حالا فرقی هم نمیکنه، روی ساعد یک دست حریف و یک دست ما به شکل ضربدری روی کتف حریف رو میگیره. به چه دلیل؟ اگر حریف خواست به ما کله بزنه با این حرکت من جلوگیری میکنم و اگر حریف خواست یقه من رو بکشه یا هول بده من اینجا غافلگیر نمیشم و اگه بخواد منو بندازه خودشم با من میفته. تکنیک چهارم جابجایی پا هستش. این تکنیک بسیار حائز اهمیته. به چه دلیل؟ اگر حریف بخواد به من ضربه بزنه از مسیر ضربه حریف فاصله میگیرم و اگر بخوام به حریف ضربه رو وارد بکنم به راحتی بهش نزدیک میشم. چطور؟ تو ضربات دست ضمن اینکه حریف توی گارد اومده و به اون نزدیک شده، اگر ضربه دست رو بزنه من با یه جابجایی خیلی راحت میتونم از این ضربه فاصله بگیرم و اگر بخواد حریف به من ضربه پا بزنه مجدد با همون تکنیک توی زاویه‌ای از بدن حریف قرار میگیرم که هم یک امنیت خودم رو تأمین میکنم، دو زمینه‌ای برای اجرای تکنیک هایی رو فراهم میکنم که توی ویدیوهای بعدی یادتون میدم. خب رفقا، ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. نکته، پیشنهاد، سوالی اگه دارید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. خیلی مخلصیم.